سلام، عرض ارادت. دوستان دیروز علی گدا به این فکر افتاد که فرصت عاشورا رو هوا بزنه و با پهن کردن بساط دجال بازی و دین فروشی یه چاره‌ای واسه بدبختیاش دست و پا کنه. دادزن بساطشم صدیقی بوزقلمون بود. دین ناموس خداست، خواهر شما ناموس شماست، همسر شما ناموس شماست، دختر شما ناموس شماست، ولی این انقلاب ناموس خداست. انقلاب دینیه، این انقلاب ناموس خداست. اینه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن حفظ نظام از اوجب واجب. شیخک دجال میبینی؟ منظورش اینه که آی ملت بی خیال اسید پاشی به ناموستون بشی. ناموس ولایت یعنی نظام جنایت رو بچسبی. اوجب واجبات اینه. حروم لقمگی رو میبینی؟ من دستم به این پیازچه برسه کاری میکنم که دیگه گریهش بند نیاد. حالا باقی روزش رو گوش کنید تا معلوم بشه این جلز و ولز و واسه چی داره میکنه. اینایی که از سرزنش بیگانه ها و جفسازی ها باکشون نیست. هر کی هرچی میخواد بگه. تو خط قرص و محکم ایستادن، نه فشار تبلیغاتی نه فشار نظامی اینا رو بر نمیداره. اینا کسانی هستن که خدا اینا رو دوست داره. وقتی سنبه پرزور میشه، وقتی زهر بالا میزنه همین میشه. یعنی مهرانا میزنه جسم ناقص ولایت و آشلاش میکنه، پیچ ریزش رو وا میکنه و شرشر بسیج و مسیج و همه را میفته. اون وقته که علی گدا شبکه روزخوناشو فعال میکنه تا اینجوری به دست و پا بیفتن که مبادا نظامشون از این که هست پخش و پلاتر بشه. همین التماس تو داستان اتمی هم هست اینها. مسئله هسته‌ای از طریق مذاکرات در مسیر روشنی قرار گرفته و در درون مذاکرات نگاه‌ها به هم نزدیک شده است. بنابراین اگر عقلانیت در کشورهای 5+1 وجود داشته باشد، میتوان به تفاهم در زمینه هسته‌ای دست یافت. منابع غنی در ایران وجود دارد. دیگه فقط مونده بود بیفته به دست و پای 5+1 و بگه جون مادراتون هوای ریش ولایت رو داشته باشید. این مخمسه ای که موشکاف ازش حرف میزنه یعنی همین دیگه. خنس که شاخ و دم نداره. اون از وضعیت داخلی، اینم از وضعیت خارجی. این روزا همه راه های ولایت به زباله‌دونی ختم میشه. اگه شما فقط یه راه نجات واسه این علی گدا پیدا کردی به منم ایمیل کنید. زد زیاد. موشکار